میکنم آغاز با نام خدا، هم درود و هم ثنا بر مصطفی. حمد به حد آن خدای پاک را، آنکه جان بخشید مشت خاک را. با نام خدای مهربان سلام. امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. عشق، برکت، زیبایی و نور در خاندانتان. برنامه نوبتی کتابخانه است و با یک صحبت دیگر در خدمت شما خواهیم بود و در مهمانی ما قرار دارن استاد عابد شکورزاده. استاد به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دیگر بار دعوت ما رو پذیرفتید و بگویید که چه حال و احوال دارید. تشکر. با نام یاد خدای بزرگ و با سپاس و درود بر شما که چنین برنامه های جانانه دانش و فرهنگ و زبان و هویت ملی را پیش میبرید و به مخلصان و هواداران برنامه تونم سلام و درود. ما بد نیستم، انشاءالله در خدمت شما. سپاس، سلامت و سربلند باش استاد. و ما 6 ماه پیش تقریبا میخواستیم در این موضوع صحبت کنیم ولی فرصت نشد و اکنون در این موضوع میخوایم صحبت کنیم. موضوع از شاهنامه فردوسی است و میخوایم که سری این اثر بی‌زوال و بعضی داستان‌های این شاهنامه با شما صحبت داشته باشیم. و ما یک قطار سوال‌های رو آماده کردیم که میخوایم از شما بپرسیم و شاید از دیگران هم که بعداً در این برنامه دعوت میشوند اطراف این موضوع صحبت کنیم، چون ما همیشه شاهنامه میگوییم و درباره فردوسی میگیم و یک چیزای لاف و گزاف و سرسری میگوییم میرویم، ولی عمیقاً فرو نمیریم در موضوعی که واقعاً همین فردوسی کی بود، چی کاری کرد و پیام اصلیش چی بود و آن داستان‌هایی که آفرید در زمان امروز به چی درد میخورد. من میخواستم سوال از اینجا آغاز کنم استاد که این یک بحث است در جامعه ما و در حوزه فارس این بحث گسترده است. اولا فردوسی کی است استاد؟ تاجیک است یا ایرانی و یا این مهم نیست؟ چرا اهمیت دارد و بسیار سوال حساس و مهمی هست. فردوسی واقعا کی است؟ فارسی هست، یعنی از شیراز، از ولایت فارس است، یا که ایرانی هست که از توس است، یا که تاجیک است که ما امروز یکی از بزرگان ادبی خود می شماریمش. اگر همطور بینگریم بگوییم که سرآمدی ادبیات فارسی رودکی سمرقندی هست و رودک و فردوسی پیروی او هست و در آن دوره که استاد بیهقی جنت مکان در کتاب تاریخی خود ما تاجیکان میگویند فردوسی هم تاجیک است، هم ایرانی است و از هم مهم خراسانی است و گویندی عالی شأنی زبان فارسی است. میگیم که فردوسی از خراسان بزرگ است. از خراسان بزرگ است. همه این تمدن بزرگ حوزه فارسی هم بله. میتونن با افتخار داشته باشن. بله، افتخار داشته باشن و به طفیل دولتی شکوهمند سامانیان کبار. استاد یک سوال دیگه میخواستم بگم، این سوالم خیلی حساس برانگیز است چون فکر جامعه و مردم خیلی گسترده است و یک از سبب‌هایی که شاید بعضی فارسی زبانان به همین چیز توجه کمتر کردن این بحث این بود که فردوسی چی کش داشت، یعنی پیرو کدام آیین بود، زردشتی بود، مسلمان بود و اگر که مسلمان بود پیرو کدام مذهب بود، چون این هم یکی از سبب‌های شد میگن طول تاریخ که مانع ایجاد کرد برای آنهایی که بیاموزن فردوسی را. و آیا این اهمیت دارد یا نه برای آموختن فردوسی و شاهنامه؟ میدونی فردوسی اگر حالی برمیگردیم به موضوع اساسی که میگوییم که درباره رستم سهراب است، تقریبا با زندگی فردوسی تقریبا بازتاب فاجعه سهراب است. تمام سرمایش در راه شاهنامه نثار کرد، در نیم مسیح فرزندش بندگی کرد و آخرین چیزی از دستمزد از کار شایسته خود اون طوری که تقاضا میکرد شرفیاب نشد و گمنام شد و مرد و چنان و گمنام شد که اندک وقتی گذاشتن دیگه تاریخ نگارا، تذکره نویسان ندونستن که نام اصلیش چی است و نام اصلیش چی است، در زندگی پدرش کی بود، چی کاره بودند این آن. فقط از خود شاهنامه پژوهشگران از جمله استاد صدرالدین عینی ما ترجمه حالی این حکیم بزرگ روشن کرده اند و با بهادیهی وضعی اجتماعی دوران خودی فردوسی بزرگ. اگر هم تو بینگریم فردوسی
در توس به دنیا آمد. در توس که همجوار با نیشاپور است. در نیشاپور شیخ فریدالدین عطار بودند، در عمری خیام بودند و همچنین امام غزالی و برادرشو بودند. یعنی فضای محیطی سنی بود. دیگر اینکه در آغاز شاهنامه چهاریار رو ستایش میکند. چهاریار رو ستایش میکند، از جمله حضرت عمر رو ستایش میکند. عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغی بهار. این فردوسی حضرت عمر رو میگه برای مثال. از این لحاظ باید فردوسی سنی باشد و اگر شیعه هم باشد بدیه ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه شیعه که در دوره فردوسی بود از شیعه های قزلباش صفوی تماما فرق میکنه. شیعه ها خاص طرفدار حضرت علی بودن، خاص مثلا به سنت پیغمبر بودن که به این موضوع کم توجه میکنیم. استاد شاهنامه یعنی چی و چی رو شاهنامه نوشته؟ یعنی این بسیارا به این منظور میگویند که یه نفری آمد 4 شاه تعریف کرد و همین گذشت و رفت و امروز ما باید از اون افتخار کنیم، از اون بگوییم. و چرا شاهنامه؟ یعنی وصف شاه و تمجید شاهان و اینو و این چی میدهد به ما و چرا شاهنامه؟ یعنی نام این اثر شاهنامه. میدونید پس از نشر اسلام تقریبا تا عصرهای نو فضای معنوی و فرهنگی اجتماعی ما پیچیده به عربی بود. با این گپا رو تکرارم کرده بودیم، باز میکنیم که مردمی ما هضم کنن، بفهمن. فضا عربی بود و از دولتی طاهریان و صفاریان شروع کرده، سر کرده بر روحی ملی ایرانی، فارسی، تاجیکی در خراسان بزرگ از مرو و کیش و بخارا و سمرقند تا بلخ و هرات و توس و نیشاپور فرا گرفت و یک سامانی ها بزرگیش در اون بود که سعی کردند طرز دولتداری گذشتگان خود را، سلفان خود، ساسانیان را دوباره احیا کنند. دولت ساسانیان پیش از انقراض دولت شکوهمند جهانی بود و ساسانیان به خاطر آنکه دولتشون شکوه گیرد، به خاطر آنکه ملتشون جهانگیر باشد، به زبان، به تاریخ، به هویت ملی توجه کردن و در این زمینه ادیبان ما، دانشمندان ما، چی بیرونی، چی بیهقی، چی رودکی، چی مثلا فردوسی، اسدی توسی، اینها به این موضوع رو آوردن که باید در برابری جهانیان ما کی بودن خود را نمایش بدهیم، باید خود را به خود بشناسانیم که در آینده زیر دست زیر پا نشویم. فردوسی طاقه نبود، به خاطر اینکه فردوسی به میان آمد صدها فردوسی در گرد اطراف بودن، اما فردوسی مثلا یک صبح با صفای دمید و به خود پیش خود مقصد گذاشت که شاهنامه می نویسد، نامه شاهان به یک تعبیری، و واقعا همطور هم هست. خودش شاهنامه نمیگوید، خودش نامه باستان میگوید، نامه شهریاران میگوید. این بدتر دیگرها شاهنامه گفتن بودن. به خاطر آنکه شاه الگوی ملت است در دوره آنها. اگر شاه مثلا کروشی کبیر باشد، این ملت دیگر اندیشه نمی کند که من غلامم، برده هستم. چرا؟ کروش گفته بود که تا من هستم بردگی باید در دنیا نباشد. و سامانی ها عیناً همین اندیشه داشتن که ملت ما، ملت تاجیکان، ملت فارسیگویان آزاده باشن. اینه ناصر خسرو چگونه آزادگان میگوید. آره، برای همین فردوسی شاهنامه کرد و مقصدش در این جهان رفتنی یادگار گذاشتنی کارنامی اجدادان و یادگار ماندنی نام نکوی خودش بود.
یعنی میخواست به این طرز نشان بده که گفته همون کوروش کبیر و دیگر شاهانی که وارسته بودن، آزاده بودن و ملتی که از زیر بگیم اطاعت اون بودن سرزمین زندگی میکرد، یک ملت آزاده و وارسته را میخواست نشان بده که وقتی که شاه من کوروش است یا شاه من مثلا اسماعیل است، ملت میتونه این قدرت داشته باشد، این شوکت داشته، این شهامت داشته باشد. اصلا بده از زمین شاهان که گفتید از سلطان محمود بگویم و این واقعا خیلی یک واقعه است که چی در فیلم ها چی در گفتگوی خاص اگر کسی شاهنامه هم نخوانده باشد همین نام فردوسی رو بشنود حتما نام محمود هم در برش میاد، یعنی سلطان محمود. واقعا مناسبت او فردوسی چگونه بود و آیا فردوسی از او به خاطر آنکه شاهنامه رو قدر نکرد رنجید و واقعا سلطان محمود شاهنامه رو قدر نکرد و چرا این کارو کرد؟ میدونید تا امروز تحلیل های دقیق بررسی در ادبیات شناسی تاجیکان تقریبا نیست در این موضوع، در حوزه ما ولی برادران افغانستانی، تاجیکان افغانستانی و برادران ایرانی تحقیقات خیلی زیبا کردند، از جمله ماجرای سلطان محمود فردوسی. این دقیق است، محمود شاهنامه را قدر نکرد، لیکن نه به آن طرزی که امروز شایع هست. امروز مثلا در بین مردم ما نشر شده است سلطان محمود فرزند سبکتگین از سیاستمداران و از امیران و از شاهان و امپراتورانی بزرگ تاریخ است. این من نمیگویم، این بیگونه ها غربی ها میگوین، حتی به خاطر آنکه یک امپراتوری بسیار وسیع کرد و بزرگترین خدمتشون بود که فارسی را، زبان مادری ما را، از ماوراءالنهر، از خراسان بزرگ تا به هند برد. سلطان محمود گویا که دولت ترکی بود، اینطور نبود. سلطان محمود خود را از اولاد ساسانی ها میگرفت، از خودش میگه من نبیری یزدگرد هستم و در درگاه سلطان محمود نکم از 400 شاعر بود، به همش سیله میداد، مکافات میداد، معاش میداد. و در روبرو هم فردوسی و سلطان محمود از همدیگر رنجش ندارند، آزار ندارند. اینجا شما اشارتون به حج، من استاد اشاره من این سوال دادم که حجوی که فردوسی در حق سلطان محمود کرد واقعا این چی بود؟ و یک نفری که چون یک خردنامه نوشت، چون یک اثر بیزبان نوشت، گیلش فقط از یک دستمزد بود که اون به خاطر یک دستمزد این همه حجو رو نوشت، این همه گلایه رو کرد. و چگونه میشد که یک نفری که ما از حکمت او میگیم، از بزرگی او وصف میکنیم و اومد در تاریخ میگیم این تنها به خاطر که دستمزد داشت ندادن رنجید، یعنی هم گنراش ندادن رنجید و میتونست این خدمت بی پلان برای ملتش انجام بدهد و اینقدر پس نیاید به خاطر دستمزد. آیا این جایگاه فردوسی را کاسته نمیکنه دوستان در این تاریخ، در این مسیر؟ بله، فردوسی از آزاده زادگان بود و گفتی ناصری خسرو. خب فردوسی از اولاد دهقانان خراسان بود، دهقان به معنای اشراف. و البته وقتی که زحمت کشید دستمزد میخواست و هیچ وقت بین او و مثلا سلطان محمود معاهده نبود که به هر مصرعش زر سرخی بدهد یا این اون بدهد. و اصلا شاهنامه را برای سامانی ها نوشته بود و در راه نوشتنی و چنانه که ابتدا یادآور شدیم سرمایش چیزی که بود و نبود داشت تقریبا از دست داد. در ماورای کار پسرش 3 سال بچهش از جهان رفت، دخترش موند و اومد که سامانی ها سرنگون شدن، غزنوی ها برومدن. غزنوی ها دولت دومی سامانی ها بودن، تمام دیوان وزیرانی، تقریبا دیوان وزیران سامانی ها به اینجا اومد و اومد به غزنی. حضرت فردوسی اومد به غزنی، بر سر شاهنامه دوباره نشست، تقریبا 6 سال دیگر شاهنامه را تکمیل
تدوین کرد که محمود هم وارد شود. اگر خطا نکنم یا 16-17 جا مدح محمود دارد و فردوسی از آدمان درویه نبود که در 16-17 مورد محمود وصف کند و با آخر اومده به خاطر اشکمش و گفت که زینا پاکزاده مداری امید که زنگین به شستن نگردد صفی. این لفظ فردوسی نیست. برای همین آزار دارد که بدگوها در پیش محمود فردوسی را کارش ناکرایه گفتند و پاداشی نیک نگرفت. آزار دارد که ز گفتار بدگوی گشتی زیرا. و تقریبا 6 بیت است. اصلا آزارش از حسودان همچون گلایه به محمود که به گپ اینها با کاری من بین شد. بعد اینه دیگه آنهایی که محمود بد میدیدن اول 40 بیتش کردن، بعد 50 بیتش کردن، بعد 100 بیتش کردن تا 150 بیت برآوردن که دیگران این کارو کردن. بله بعد الحاق شد. در نسخه شاهنامه‌های قدیم نیست همین چرا که این محققای آخرین این ثابت کردن از روی دستخط‌های شاهنامه. استاد در واقع همین خیرتمند مثل فردوسی واقعا ایرانگرا و ترک بدبین بود، یعنی ملیگرا بود که میگن محمود این جنبه قهرش کرده بود که اون بسیار ایرانی ها را وصف میکرد و ترک ها را بد میگفت و یا دیگرها را پس میزد. یا در شأن یک آدم آزادزاده و یک متفکر و یک دانشمند این چیز استاد میزد یا چی میخواست؟ یا این یک شایعات است اطراف فردوسی؟ ببینید بزرگی فردوسی در چی است؟ برای چی فردوسی گذشته از تاجیکان و از ایران شاعری جهانی است؟ فردوسی انسان بود، انسانی کامل بود و مسلمانی کامل بود. وقتی شما انسانی کامل باشید و مسلمانی کامل باشید یگون ذاتی بشر بد نمیبینید. ببینید در سراپای شاهنامه در یک جا مثلا نفرتش به زردشتیان نبرآمده است. از این جهت حتی زردشتیش میگویند. در یگون جای شاهنامه مثلا ضد قوم ضد ملت نبرآمده است و اینها که میگوید از شیری شتر خوردن و سوسمار عرب را به جای رسید است کار. این چی است که تختی کان را کند آرزو تو باد بر تو. این همش الحاق هستن از روی یک نظر. از روی یک نظری دیگر از قبل دشمنی عرب میگوید. از قبل از دو قبل است. یک قبل زیاد اون است که دیگر این که شما بینید فریدون به خاطر آنکه فرزندتاشه زن کرد عروس بیارد میرد دخترای شاهی یمنه از عرب ها کلی میکنه عروس میبیارد سلم و تور و ایرجه. و اگر مثلا عرب بدبینی می بود از اونجا مثلا عروس می آورد. دیگر اینکه رستم قهرمان تاریخی ایران زمین بنیم عرب است، نبیری مهراب زابلی مهراب از نبیره های ضحاک بود، فرزند رودابه و از یک طرف ایرانی هست. یعنی فردوسی هیچگاه ملتگرا و ملت بدبین نبود که الحمدلله برای همون فردوسی است. برای چی؟ هر ملتی هر قومی از دیدی کش فردوسی که مسلمان کامل بود آفریدی خداوندند و آفریدی خداوند مایه نفرت نیست. استاد شما از رستم موضوع یادآور شدید و یادی اما قصه سهراب و رستم، داستان سهراب و رستم رفتم و هرگاه که شاهنامه میگم در برابرش حتما اون قدر چیز دیگرش یک طرف است. این چون رستم و سهراب پیش نظر ما میاد و فردوسی هم یک نوع شاهنامه‌اش به این داستان مشهور است، داستان رستم و سهراب. واقعا استاد فکر نمیکنید که همین داستان در شاهنامه ناجا آمده باشد؟ یعنی بگیریم که یک واقعه که اینقدر بزرگ میاد یک تراژدی با وجود میاد، یک داستان را میخواند که واقعا غم انگیز است، یعنی کشتنی یک پدر پسری خود را و تمام طول تاریخ ما تکرار کرده می آییم که چگونه بشه در تاریخ ما مثلا یک پدر پسر را کشت است. واقعا پیام این داستان چیه؟ فردوسی چی میخواد از این داستان استاد؟
میدونید این شاهنامه است، یعنی که ذکری سرگذشت شاهانی برومند ایران زمین. اصلا مقصد فردوسی پندادن معاصران حکام زمانش را که از گذشته عبرت بگیرید. و شما درست میگویید در ماورای شاهنامه داستان رستم و سهراب گویا که ناچست برومده باشد، پیدا میشود. فردوسی ضمناً بزرگترین تراژدی را در ادبیات در اینجا می آفرد، از نگاه ژانر، از نگاه ژانری. و میتونست مثلا که میتونست رستم و سهراب به هم آشتی کرد، میتوانست که اصلا به هم وا نخورند. از روی منطقی، از روی معنی، با طفیل این دوستان بدکشی، بدرایی، بدتینتی و بدفعلی شاهان خودکامی مثل کاووس و مثل افراسیاب دوباره فردوسی برملا میکند. در اینجا برملا میکند. با کدام راه برملا میکند؟ با راهی که پدر به خاطر منفعت اینها بچه میکشد، اما پدر را با پشت دست میکند کاووس. استاد این سرچشمه همین داستان استاد واقعی است یا خودی آفریده فردوسی است یا از منبع‌های ایرانی است، منبع‌های هندی است، یا از کجا گرفته است فردوسی این رو؟ تحقیقات در این زمینه هم انجام شده است استاد؟ میدونه، بله میدونید این بسیار نظری خاورشناسای داخلی را، خاورشناسای غربی را این موضوع جلب کرده است. از جمله تحقیق کردند تنها در آثار فولکلوری هند اروپاییان بیش از 80 داستان در همین زمینه داریم که پدر پسر را میکشد. از جمله یکی از اینها رستم و سهراب است که سهراب به دست پدر کشته می شود. اما در میان این 80 اثر، این من نمیگم، این وی میگه، یک پژوهشگری امریکایی است، میگوید در میان اینها 4 داستانش بهترین است. یکی رستم سهراب فارسی، یکی داستانی آلمانی جرمنی میگوید، یکی داستانی روسی و یکی داستانی ایرلندی شمالی. و از بین این 4 داستانی زبده ترینش، عالی ترینش داستانی رستم سهراب فردوسی است که به هیچ یک دست متناسب هم نیست و از جهتی غایه، از جهتی تربیوی، از جهتی انسانی بلند و والا میسته. استاد از نگاه شما همین سیمای رستم در این داستان، اون یک نفر خودخواه یا یک نفری که همچنین یک پدر غرورش اجازه نداد این کار کرد، یا این فرزندش یعنی سهراب سبکسر بود و مثلا بگیم به قبل امروز تنتکی کرد که این حادثه با وجود اومد؟ همین سیمای 2 نفر در اینجا، چون از نگاه امروز هم این گونه تراژدی ها دائما میتونن رخ بدن که پدر با پسر ناسازگار باشد یا گپ پدرش احترام پدر را نگیرد. همینجا بیشتر رستم بود اگر استاد سهراب در همین حادثه که فردوسی به تصویر کشیده است؟ بسیار این پرسشی پرینسیپیالی است. ما انتظارم داشتم پرسشی اصولی هست. واقعا چرا باید پدر پسر رو بکشد؟ بله، باید پدر رو بکشد. گروه از محققان هستند، حتی محققان ایرانی، محققان خودمون، که میگویند رستم از سبکساری، از خودخواهی، از مغروری بچه دیده و دانسته کشت. گروه هستند که میگویند که نه، سهراب بچگی کرد، اومد باید به این طرز و به این منش نمی اومد. اما اگر به شیوه فردوسی برویم تمثال رستم را از ماورای ادبیات شناسی، از ماورای غایبی ببینیم، رستم با اون روحیه داشت و سهراب با اون روحیه داشت، رستم با سهراب میکشت. این واقع باید رخ بداد، حتما باید میکشت. برای چی؟ به خاطر آنکه رستم
اگر یک طرز دیگه گویم در همین داستان خود فردوسی است. یک شخص آزاده، یک شخصی که جان و تن و همه چیزش در راه آزادی وطنش میدهد. بیاید اول منشی داستان بگوییم. بله، از منشی داستان بگوییم. اومد رستم میگوید که فردوسی که در یک سحری دلگیر بود، اومد به شکارگاه، دیده فاجعه، هنوز ناکشتنی فرزندش البته دلش سیاه است. اومد به شکارگاه و شکاری کرد و فاصله خوابش برد و از سمنگان یک گروه 7 نفره اومدن اسبش دزدیده بردن که فشرده گوییم که وقت و خست اسبش نیست و فرومد به سمنگان پیاده. در همینجا بیت مشهور فردوسی است: چنین است رسمی سرای درشت، گه زین سوار و گه زین به پشت. چقدر جای جالب دست داد این مصرا را. آره بله. بعد فرومد شاه سمنگان و پذیرفت. چرا؟ رستم نام داشت، با جوانمردی، با شجاعت، با مهری وطن، همچون انسان آزاده. که ما اسبت میآوریم تو را، مهمانی مشت بخوریم. اومد مهمانش کردن، اسبش بیافتند و شب وقتی خواب اومد، باید خواب میرفت که همین وقت دختری شاه سمنگان تهمینه اومد بالای سرش. شما بینید تهمینه اومد، سلامش کرد، گفت پهلوان خوش اومدی. من گفت آرزوی دیدار تو را داشتم، من در این قصایی من گفت کسی ندیده است. تو فکر نکن که من هوایی هستم، سبک هستم. اگر راغب باشی من با تو ازدواج میکنم و به خاطر شرافت نامت آرزومندم از خدا که یک فرزند میدیم. بعد رستم دید که دخترک به قد و بالا زیبا، با گفت و با لطف زیبا، خوشش اومد. ببینید موبده های گفت مثلا روحانی همون دوره موبدی پر تجربه راه گفت که برفت از پدری این خواستگاری کن. دیدید عفت انسانی، عفت نگاه میدارند اینا. برای خاطر چی؟ بعضی ها میگن که این غیر مشروع نظریه هست، سهراب میگه غیر مشروع بود باید کشته میشد. این که اساس ندارد، از روی گپ فردوسی. و وقتی که شاه سمنگان بیشونید افتخار کرد که چرا نه ما مثلا رستم بر دخترم و میگوید که چنانه که میگوید رسم آیین بود، تهمینه را به رستم بدادن و صبح روز دیگر وقتی که رستم پناه به خدا میکرد او را، گفت که من میروم، اگر دختر بشود خودت او را نامی بگذار و این اگر پسری شود این بازوبندی من، به خاطر اینکه سراغ من میآید و من باید یا من این بازوبند یادگاری از من نشان بدهد. اما عجیبی کار و فردوسی میگوید که از سمنگان برآمد همین واقعه رو به کسی نگفت. دیده فاجعه که از دل سیاه شروع شد، دور دویمش به کسی نگفت. و وقتی که سهراب به دنیا اومد گویا که رستم است، فرزند رستم قد و به همون زیبایی و چون مادر دید که بسیار خندان و بشاش و زیبارو هست، سهرابش نامون سرخینه رو سرفراز. و بینید وقتی که سهراب الکی بچه 7 ساله 9 ساله بود، از همسالاش یکم کس دست بی خوابوندن نمیتونست و همچون شخصیت الکی نمودار شده بود و پیش مادر اومد و گفت که چرا نمیگویی که من کی هستم؟ پدری من کی است؟ جدی من کی است؟ اینجا اشاره زیبای فردوسی است به هر یکی ما که ما باید پدری خود کی است دانیم، بابای خود کی است دانیم، جدی خود، قوم خود کی است باید دانیم. و تهمینه بشارتش میتید که بچه‌م تو میگی بچگی نکن، فرزندی رستمی از اولاد سام نیرمی و دیگه خرسان میشه. با نگاه کنید در این فاصله که سهراب کلان شده است، فاجعه های دوره برای سهراب معلومه.
و به مادر قول میتین میگود که بس است میگود حکمرانی افراسیاب، بس است میگود بیدادی کاووس. وقتی رستم پدر باشد و من پسر بگیتی نماند یکی تاجور. من میگم این رو از بین میبرم. پدری من جوان مرد است، عادل است. من میگم او رو شاه دنیا میکنم، دنیا نظمش رعایت کنه. دیکتاتورای دنیا رو میگیریم از من. دیکتاتورا رو میگیریم میگن. همیشه گم میکنیم. و من میگم ترابانی شهر ایران کنم میگه. دیده با مادرش نه از روی آن که مادرش است، بلکه مادرش ادراک دارد، دانش دارد، عفت دارد، انسانیت دارد. انا در همین فاصله این تدبیری جویای وی میشد، رستم میشد و لشکر میگیرد. بچه 14 ساله به سوی ایران میبیاید، به سوی ایران میبیاید و مادرش تهمینه و بازوبند میته نشانه کرد. بازوبند پدرش میته و ژندرزم برادرش تقایی سهراب میگود تو میگود با بچه من میگود پدرش نشون میدی. بعد از این هامان و بارمان این نزدیکان افراسیاب سپارش رو میته که این بسیار عالی جناب بیره و میگود شما سعی میکنید که پدر پدر نشناسه. این به وقتی ما میگود یا دیگه کشن که راه ما صاف شود برای ایران زمین فتح کردن. و این خبر به کاووس هم میرسد. به کاووس هم آدمی تندخو بود، آدمی بسیار کوتاه عقل بود که فرصتی مثلا وقت امکان نمیتونه مفصل بگوییم. اما در درآمدگاه ایران در دیژی سپید با ایرانی ها مثلا دچار میشه. وقتی که میبیاد با اون با گرگین روبرو میشه. در برابر سهراب میدانجو میبراید گردآفرید. شما ببینید دخترای ایران مثلا ایرانی اولادای ما و شما در مقابل قهرش میکنند. میخیز میگوید یک ترک اومده است، ترک او روی جیهان دماز میگود با ایرانی میگود با کشوری ما تجاوز میکند. میبران در این آوردی که با هم میکنه که سهراب فرزند رستم بود. سهراب کامل بود در جنگ، در نیرو بود، توان جنگی. این و وقتی گردآفریده وقتی که دست زمین میزند که گیسو خود از سرش میپرد، گیسو ها پهن پریشون میشن. میبینه دختر. میگود تو میگود دختری؟ میگود بله. میگود تو میگود برای هم میگود تو به من میگود پرخوش نکن ای بس یالی شیرگیر میگود به من نمیکنی. بیا میگه هر دوم از زاویه‌ای سر گپ زنیم. سهراب به گفتگو میبیارد تا لبی دیژی سپید میدرد در محکم میکنم. تا میگود کار آسان کرده. میگود تو میگود از ایران عروس میبری هیچگاه. کاووس ببینید گیو برای رستم میفرستوند که از توران یک دعواگر اومده است که ایران زیر زبر میکنه. رستم میخنده به خاطر آنکه از خودش دلش پر بود. باید عاجل سراسیمه برمیگشت. 3 روز گیو مهمانداری میکنه. از این کاووس خشم میگیره. خب خلاص برمیگردند. کاووس میگود که رستم میگود دستاش بندیش کنید که میگود دیر کرد. و رستم با یک بار دیگر آزادگیش نشون میده. میگه تو ترک ببند دست بازو داشته تو مرا بستن نمیتونی. خلاصه اینا در میدان نبرد وقتی که می آیند ببینید فردوسی چگونه داستانی تراژدی میسازد. رستم شب طلایه میبیاید، جاسوسی میبیاید که ببینه کی میبیاید در بین لباسهای ترکی پوشیده در بین ترکا و دایی سهراب ژندرز یکی میبیند آدمی ناشناس با کیف بازی تهمتنی میگود کی هستی؟ کی تو؟ میگود که من میگود نمیدونم. و وقتی گشته یم مشت میزند ژندرز جا به جا میمرد.
یعنی این اتفاق پس اتفاق، حادثه پس حادثه پس اتفاق میده. و در روزی و ببینید در روزی نبرد هم رستم سهراب رستم میزند. وقتی که اینا اول نیز جنگ شمشیر جنگ گرز جنگ میکنن، بعد کشتی میگیرن میزنن و رستم میگوید پهلوان میگوید باید میگوید در پیت اول میگوید آره میکشی، با میگوید حال فرصت داریم بخیز و سهراب بچگی میکنه. لیکن در فاصله مبارزه چند بار میگویدش مبادا رستم نباشی، میگوید نه من رستم نیستم. رستم میگوید تماما دیگه پهلوان است میگوید نه. و دفعه دوم و رستم میبیاید وقتی که همیشه رو افتاده میشه و بسیار نیایش زیبا به درگاه خدا میکنه که میگه خداوند میگه قوی بازی که اولی به من داده بودید برگردم، من نباید مغلوب برم. از این میگه خصمی که به سری من اومده است، مردم من اومده است. یعنی این حادثه استاد بگیم که ساخته شد، یعنی این نبود که دانسته پدر پسر رو بکشد هیچگاه. یعنی این که با طعنه میکنن گویا که این داستان این اثرها آمد، یعنی این نبود که فردوسی بگه که میدونست او پدرش و پسرش رو بکشد. خب اگر دانسته با این فوجای بسیار سخت‌تر و شدیدتر بود، یعنی نادانسته این حادثه اتفاق میافتاد. استاد شما در همین صحبتتون از تهمینه و گردآفرید این زنها، اسم زنها را یادآوری شدید. واقعا سیمای زن در داستان شاهنامه چی است استاد؟ اینا را چی وصف میکند فردوسی؟ مثلا زنهای ایران و خراسان چگونه وصف میکند؟ چون در این زمانی که ما زندگی میکنیم از حقوق و آزادی های زن و میخوان زنها قوی باشند و زنهای نمونه مثال میارند، در همین شاهنامه سیمای زن چگونه است استاد؟ من به سوالتون جواب میتونم فهمیدم. وقتی که دلی سهراب پاره میکنه، سهراب میگه که میگه تو نامرد بودی، میگه به نامردی تو منو بکشتی. لیکن در یادت باشه اگر در آب ماهی شوی و یا کی شبن در سیاهی شوی و یا کی ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک می بخواهد هم پدر از تو کینی من، چو بیند که خویشت است بالینی من. بعد میگه تو میگه بدون تو کی را کشتی؟ تو فرزندی رستم کشتی. انا در انمین فاصله بعد میفهمد که بچه‌ش از سهراب، بچه‌ش در سهراب. فهمیدید اوج فوجه در اینجا میفهمد که بچه‌ش کشته است، رو میکند بو میکند اله نامم گم شود از جهان میگود. و ببینید شاهان چقدر بدکش بدخواه خودخواه مغرورن که وقتی میخواهد از کاووس نوش دارو بگیرن نمیتیتش، در حالی که سپری کاووس شده بود. خب و سهراب انمی خیلی خار از دستی پدر افگار کشته میشه. خب با مثال زنا گفتیم. بله استاد. ببینید در اینجا چهره و چقدر درخشان است چهره گردآفرید. چهره گردآفرید چقدر درخشان است و مردان جنگ میبرد به سهراب. و ببینید تهمینه پیش رستم میبیاید. تو میگو نگو که من هرزه هستم، نگو که من هوسکارم. من در این قصر پدر میگو من سایه من آفتاب ندیده است، لیکن تو جوان مردی نامی بزرگیت اومده است، من میخواهم که قانونا همسری تو شوم. و در این مثال زنانی که در شاهنامه هستند تقریبا اکثر زنانی با عفت هستند، رمزی پاکی وطن، رمزی واقعا مادران قهرمانی ما هستند، مثل رودابه، مثل تهمینه، مثل فرنگیس، مثل منیژه، مثل گردآفرید و این آنها. دارد قهرمانی مثلا توجیکا گوشت به استخوان نمیشه، جای میاد که نفرت میکند از زن. فردوسی در بدکاری سودابه در داستان سیاووش است که این موضوع این مثلا زنهای بدکاران با نکوهش میکنند. فردوسی زنهای پاک و پاکدامن اصلا زنانی که فردوسی میبیارشون بسیار
عفیفن. بله استاد، همین شاه، توصیف شاه برای فردوسی مگر اینقدر اهمیت داشت؟ یعنی اهمیت دارد که به شاهان کتاب بخشیده و سرگذشت شاهان رو نوشته است. ما خیلی کم، یعنی انگشت شمار داریم شاهانی عادلی که در تاریخ گذشتن. چی اهمیت دارد برای یک آزاده، برای یک نخبه، برای یک نخبه فکری، برای یک حکیم که اینقدر از شاه و شاهان توصیف کند؟ آن هم گفتم که طول تاریخ خیلی کم است که شاهان عادل و شاهان خوب گذشته باشند. استاد چی اهمیت دارد برای فردوسی این موضوع؟ میدونید اول اینکه در از زمان هخامنشی ها خوبی پیشدادیانی که فردوسی میگوید جمشید و تحمورس اینو اسطوره هست، یعنی تاریخی از هخامنشی ها بگیریم به اشکانی ها و ساسانی ها در جهان ایرانی ها از لحاظ تمدن و فرهنگ و علم و جهانگشایی و عدل و رای حرف اول میگفتن. این واقعا چونی واقعا بله تا آخرین لحظه که ساسانی ها به فساد فرو نرفتند و حزم نشدن، عرب نزدشون تا آره. از این نگاه فردوسی به مقصودش از آن بود که با نشان دادن همین حسنات، همین نکویی های گذشته های خود، امروزه ها را از آیین ایرانیت، از خوی نیک انسانیت برخوردار کند و بینمایاند. ببینید در دوری جمشید میگوید 500 سال کسی میگوید گوشش حتی در نکرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمشید یک مثلا با فر خدایی، با فر الهی، یک ولی الله بود که مثلا جامعه را در علم و دانش و عدل و رای و پیشرفت تنظیم میکرد تا زمانی که مغرور نشد خودش خدا اعلان نکرد. وقتی که مغرور شده گفت من خدایم، فر شاهی از روش پرید، یعنی نور الهی از روش پرید و رسوا شده، کشته شد. و بینید و خطای شاه، بینید سوال خوب دادید به من، خطای شاه، خطای سرور راهبر چقدر برای ملت درد آور است که بعدی که جمشید خطا کرد 1000 سال ضحاک اومده مغز سری نخبگان خوب. این خطای شاه بود، این خطای راهبر دولت بود که چون شد. بله جمشید خودش فرعون منم خدای شما گفته کرد 1000 سال ضحاکی کرد از سری مردم، یعنی با خطای شاه شد. بله و تاریخ بینه بدبختانش که تکرار شده است. در وقتی که سامانی های مارم در آخر دم به عیاشی و به غفلت آوردن، دیگه دولت از دست رو رفت. 900 سال دیگر در دولت ما مثلا تقریبا تاجیک بستگی حاکمان نبود، ترکا اومدن، مغولا اومدن. بله استاد گفتم میتونم که در همه این بدبختی هایی که در جامعه ها مثلا سر کشورها رخ میداد، اصلش همین شاهان هم راهبران هستند. یعنی بله. سیستم حاکم، سیستم نظام است. نه همه وقت ما میگیم که مردم دولتش دوست بدارد، مردم برای دولت خدمت کنند، ولی طول تاریخ ما میبینیم هر بدبختی که بالای ملت اومده است از همون سیستم ایدوره که از راهبران بوده است. همون گونه که فردوسی در شاهنامه میاد استاد. 100% شما ببینید از کیومرث شروع میکنن. کیومرث مثلا انسان از عصر حجری و انسانیت وی آورد. تحمورث میبراید. تحمورث دیو و دد بندی میکنه. دیو و دد کی است؟ آدمانی که مثلا خودسر هستند، آدمانی که جاهل هستند، آدمانی که دشمنی آدم هستند، آدم غارت میکنن، آدم استثمار میکنن، آدم میکشن. اینو میگن. بعد جمشید میبراید، برای مثال بعد فریدون میآید، بعد منوچهر میآید. اینا همش تمثالای نکویی هستن به جز ضحاک. لیکن کاووس یک پوک است، شیطنت دارد. از شیطنت کاووس، از شرارت افراسیاب جاهل سهرابی مثلا یل کشته میشن. فهمیدید؟ این خیلی است. ما در همین ردیف شاهنامه اینقدر خوب از شاهنامه وصف کردیم، کتاب‌های داریم در همین طول تاریخ که هم ردیفی همین شاهنامه و همین احساس و غرور و بیداری و مثلا مردم به یک سمتی خودشناسی و خودآگاهی برن، به سمتی مثلا چاپلوسی و هرزگویی و مداحی. یعنی همین بود در برابر شاهنامه کدام کتابو میتونیم که مثلا باشند همین گونه کتاب استاد؟
بدونید عصر سامانی ها، عصر غزنوی ها، عصر سلجوقی ها، تا حمله چنگیز غدار، عصر طلایی خراسانیان تاجیکان است، از طلایی ما است. اینها رو خدا رحمت کنه تا جای دایره علم و دسترخون ادبیات تا جای فراخ شدن که ما بزرگترین نابغگان ادب دنیا را دادیم. همین چیز نمبر کردیم. شما بینید در دوره سینا مثلا بیهقی است، بلعمی است، در دوره سامانیان بیهقی است، پور سینا است، بلعمی است، فردوسی است، شاه ناصری خسرو است، رودکی است، منوچهری است، صدهای دیگر. غزنوی ها 400 شاعر در گرد خود جمع کرده بودند. قدرت دولت نشان می‌داد. غزنوی ها مثلا اینا ببینید هفته گذشته بود مثلا در فضای مجازی ریشخندی برآورده بودن که 900 سال ما حکومت نداشتیم، 900 سال مثلا بعد 900 سال بعد سامانیان بعد دولت شدیم. بله برعکس این تحقیر خودی ما هست. این میدونید این عقیمانی تاریخی ما هست، عقیمانی ادبیات ما هست که هنوز جمعیت ما هضم نکرده است که دولت غزنوی ها دولت تاجیکا بود، دولت سلجوقی ها دولت تاجیکا بود، دولت خوارزمی ها دولت تیموریان آخرین امپراتور ایران است، دولت منقیطی ها دولت تاجیکا بود. شما بینید وقتی که بخارای اصل 19-20 در عینی میخونید بخارا و سمرقند، کجای باید ترکی میبینید؟ وقتی عبدالاحد ویازی ترک و فارسی دارد، وقتی برای امیر عالم خان در پتربورگ صحنه سپیکتاکلی فارسی میمونند، چگونه باید دولتی ترکی است؟ دولت ترکی دولت شرف رشیدوی شوروی بود که بعد سالهای 50 تقریبا شما ببینید سال 50 در تاشکند اینستیتوتی آسیای میانگی و است، دانشگاه آسیای میانگی هست که هم تاجیکی هست هم ترکی هست. لیکن از سال 50 این طرف بخارا تقریبا حذف شد، ترک شد. در سمرقند تا امروز نبض زیبور، امروز بخارا هم زنده است. یعنی مکتب های تاجیکی بسته شدن، فرهنگ تاجیکی لای مالیده شد، گیلالوده شد. این دولتی ترکی است. یعنی این گپی که ما 1000 سال به دولت بودیم گپی دروغ است. گپی چگونه ما به دولت بودیم؟ شخصی به دولت فردوسی به میدان میبرد، مولانا به میدان میبرد، سعدی حافظ به میدان میبرد، عمر خیام به میدان میبرد، و احمدی دانش و صدرالدین عینی به میدان میبرد. این گپ تماما گپی به اساس است. ما دولت داشتیم، دولت ما را روس زد. شما ببینید ما وقتی که بولشویک اومد، دولت اومد در آسیای میانه سال 22 از تاجیک نام نگرفتن. چرا؟ به خاطر آنکه ایران از سال 37 اگر خطا نکنم ایران شد، تا اون وقت دولتی فارس شهرت داشت و غربی ها، روس ها، انگلیس ها اینا از فارس ها حذر میکردن که بزرگترین امپراتوری دنیا را داشتن، بزرگترین تمدن دنیا را داشتن. برای همین گفتن که ترکستان است اینجا، حالا که ترکستان بالای سیبیر است. و بعد به خاطر آنکه در بین این ترک با خودشون اندیشه کردن گفتن که در بین این ترک باید یک استخوانی باشد در یک دایره محدود و تاجیکستان رو تشکیل کردن. فهمیدید؟ بله. استاد برگردیم به موضوع شاهنامه و در آخر میگفتید که پیام اصلی فردوسی از شاهنامه چی است؟ یعنی پیام اصلی که امروز ما شاهنامه میگیم، پیام اصلی همین فردوسی از شاهنامه چی است استاد؟ و صحبت خلاصه کنیم. سلام باشید. بدونید بسیار این سوال خوب به من داده، من انتظارم بودم. باز میگوییم فردوسی نه به آن خاطر شاهنامه نویست که من ایرانی گوید یا ما فارسی ها گوید یا که ما جهانگیریم. نه، فردوسی به آن خاطر نویست که ما قوم ایرانی، ما تاجیکان، ما خراسانیان، ما ایرانیان در رشد تفکر و خرد و فرهنگ جهانی سهیمیم و خیلی سهم بارزی داریم. و ببینید پیام فردوسی رو ببینید وقتی که و میگوید که برادری
احمدی غزالی، برادر امام غزالی، میگه من 40 سال وعظ گفتم، 40 سال تصنیف کردم، 40 سال کتاب ها گفتم. اومدم میگه 2 بیت فردوسی تمام گفتار من جنبست کرد. بیتی که انسان باید همین طور باشد. بعد بیت میبارد زراحی گذر کردن اندیشه کن، پرستیدنی دادگر پیشه کن، به نیکی گرای میازار کس، رهی رستگاری همین است بس. تمامی پیام فردوسی همین است که مرنجان موری که دانه کش است. سعدی رو ببینید نطق عینا نقشده میآید از فردوسی. چش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بران تربتی پاک باد. مرنجان موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این پیام فردوسی است. و ما اساس جوهری جاودنامی فردوسی، جوهری جاودنامی کتابی او انمین پیام نیکویی است. استاد چیکار کنیم که مردم شاهنامه خوان شوند، نه در لاف، نه در شعار، نه در منبر، بلکه در واقعیت، در زندگی مردم به سمت شاهنامه بیان؟ و ما 30 سال 35 سال در زمان استقلال همیشه شاهنامه میگیم، همیشه مولانا میگیم، همیشه فردوسی میگیم، ولی ما نمیبینیم. یعنی اون وقتی که صحبت میکنیم در بسیار محفل‌ها احساس نمیشود. من باور نمیکنم که آنهایی که اینقدر لاف میزنند و شعار میدن خودشون 6 تا باشن با قلم این کتابا رو خوانده باشند. چیکار کنیم که مردم شاهنامه خوان شود استاد؟ و چی راههای، چی فکری شما دارید در این زمینه؟ بدونید در 1000 سال بسیار اثرها، بسیار نامها گم شدن، لیکن شاهنامه تقریبا کامل تا امروز اومد. در تا همین تجاوز عروس به خاک ما، در هر روستایی اگر نبود یک شاهنامه بود، یک شاهنامه خونی بود. و در شهرهای ما تاشکند، سمرقند، بخارا، دیگر شهرهای بزرگی ما، خوجند، استرافشن، شاهنامه در صدر صحبت ها بود. من ببینید شاهنامه را تقریبا از بچگی از پدرم شنیدم. تقریبا خدا رحمت کنه تمام شاهنامه را خدا رحمتی پدر میدونستند. و گفتم که از کجا یاد گرفتید؟ گفتن که از تقایی مدرسم. تقایی خدا رحمت کنه ملا سعدالله گفتن در تاشکند به نرخ 2 پود گندم شاهنامه گرفتن. 2 پود گندم گفتن اون وقت 2 برزگاه جفتی میشد. شیری بود، قحطی بود. و شاهنامه را تقریبا پسر همه آدم ملا سعدالله خدا رحمت کنه چند سال پیش بردن از یاد میدونستن. و در مهمانخانه ها ما زمستون دراز میشتیم شاهنامه خوانی میکردیم. احمدی دانش میگوید من مدرسه گریختم، میگوید اومدم در محفل شاهنامه خوانی ها، میگوید شاهنامه خون شدم. و شاهنامه میگوید من به دانش برد. شاهنامه برای ما فقط کتاب تاریخ نیست. شاهنامه برای ما کتاب خرد است، کتاب علم است، کتاب ادبیات است، کتاب کشورشناسی است، کتاب طب است، کتاب فقه است، کتاب انصاف و عدالت و رای است. شاهنامه برای همین اولی کاری باید ما بکنیم که در مکاتب، خصوص در مکاتب عالی، کورس هایی در دانشگاه های فیلولوژی، کورس های ادبیات باید جاری کنیم. کورس های آموزش شاهنامه رو باید جاری کنیم. کورس 6 ماه است یا 1 ساله است که فقط شاهنامه خوانده شود. فقط یک کورسی که مثلا یک درسی مخصوص امسال مثلا در نیم سال شاهنامه رو خونه، نیم سال دیگر سعدی رو خونه، نیم سال دیگر حافظ خونه، نیم سال دیگر بیدله، علاوه بر اون فنهایی که میخونه. بهترین مثلا چی میگن سلاح ما تلویزیون داریم. هر هفته برسن اگر تلویزیون جلب بکند مردم که در شاهنامه خوانی، از داستانی مثلا کیومر سر کرده تا تحمورس، تا داستان زیبا دارد، داستان سیاوش دارد که پر از آب چشمه، داستان بیژن و نیژه دارد. یعنی باید هضم کنیم،
به خاطر آنکه فردوسی نو بیاریم ما باید شاهنامه را هضم کنیم که به فردوسی نو پیدا شود. استاد تشکر زیاد. خلاصه شما از این موضوع به بیننده برنامه کتابخوان را صحبت را جمع بس کنید. خلاصه من این است که ادیب‌ها، ادبیاتمون، تاریخمون، تاریخ نگارانمون دانشمندان فقه هست، جغرافی است، طب است، طبیعت شناسی است، نجوم است. این است هر یکی آنها را بشناسیم تا اونا شناخته شوند و دانشمندی نو پیشنهاد کنیم. از جمله فرض است، واجب است برای هر یکی ما در فضای آزاد، در فضای ملی تاجیکستان امروزه دانستن و از بر گفتن، از بر خواندنی اشعاری استاد رودکی، شاه ناصری خسرو، استاد بیهقی، حضرت مولانا، حافظ سعدی خیام و از جمله فردوسی بزرگوار. آفرین به ملت میگوید گیاتی که به دنیا چون فردوسی شاعر داده است. بینید یک چیز دیگر، ستالین یکی از جلاتای غدار دنیا، یکی از مثلا تاجیک بدبینی که ما رو در یک کنج ماورا اندر کرد، فردوسی رو دوست می داشت. در بحث فردوسی پیش خاور شناسا مسئله میمونه، میگه قهرمان شاهنامه کی است؟ این میگوید که رستم، اون میگوید زال، اون میگوید نریمان، اون میگوید که اردشیر، اون میگوید بهرام. میگو نه، آخر قهرمان شاهنامه فردوسی است. واقعا درست است استاد، قهرمان شاهنامه خود فردوسی است. بله. سلامت باشید. و در تاریخ شاهان آمدند و رفتند، سرمایه های از بین رفتند، قصرها به خاک یکسان شدند، حتی پر اقتدارترین دولت های دنیا از بین رفتند. آنهایی که منمنی میکردند، آنهایی که به خاطر مال و ثروت و منصب قتل میکردند، غارت میکردند، زندان میکردند، آنهایی که به خاطر خواسته های خودشان کشورها را به خون و خاک میکشیدند، آنهایی که به خاطر تنها خواسته های شخصیشان مردم را ظلم میکردند، جبر میکردند و خواب مردم را از بین میبردند. ولی همگی از بین رفتند. گروه با نام نیک اگر عدالت کردند و گروه ماندند در طریق با نام بد و لعنت. ولی فردوسی عجیب گفت بیناهای آباد گردن خراب. این بیناها، این قصرهای شما روز از بین میراد، خراب میشوند. باران و برف، باران و تابش آفتاب، از اون برف و باران این قصرهای شما روز از من خواهند رفت، هر قدر عمر طولانی هم باشند. ولی گفت پس پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابند گزند. یعنی این دانش است، این اندیشه است، این فکر سالم است که با فراز تاریخ نه باد نه باران نه شمال اون از بین نمیبرد. این منمنی های شما، این کبر شما، این غرور شما میرود، ولی علم، دانش و اونهایی که با این علم و دانش مسلط بودن میمونند. چون 90 و چند درصد آدمانش سیاره رفتن، کسی از خیبشون نگفت که اونها کی بودند و چی بودند. آمدند و خوردند و مثل یک چارپا رفتند. ولی اونهای باقی موندن، اونهای سرفراز موندن، اونهای بعد دوران تاریخ براشون رحمت گفته شد که انسانوار زندگی کردن و اونهایی هم که همیشه براشون لعنت گفته میشد تا امروز براشون لعنت فرستاده میشد، شبیه یک حیوانات زنده کردن. درود به فردوسی، درود به روح پاک فردوسی، درود به ملت و شهروندانی که فردوسی را میخوانند، فردوسی را میآموزند و به جهانیان مثل فردوسی یعنی شخصیت ها را تقدیم میکنند. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتان.